شرکت آیرس مسئول نگوبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان نیمه دوم روز 17 ینور خبر داد که چند لحظه پیش در کیلومتر 65 روی دوشنبه چنوق ترمه که در این مسیر سابقه ندارد بلندی 18 متر و پهنایش زیاده از 600 متر فرآمد. به طور فوری در منطقه ذکر شده از هر دو جانب 6 تکنیک پراقتدار به تازه کردن ترمه ذکر شده شروع نمودند. خاطر رسان میکنیم که بر اثر فرآمدن ترمه روی دوشنبه خوجند چنوق از صبح 16 ینور بسته است. کمیته اولتای فوق‌العاده قبلا خبر داد که از 16 ینور در کیلومترهای از 62 تا 74 روی ماشینگرد دوشنبه خوجند که از قلمرو میخوره، هوشیار و اشتر نویه ورزاب میگذرد لغزش ترمه به قید گرفته شد. شبانه روز گذشته کارمندان نجات کمیته اولتای فوق‌العاده همراه با کارمندان وزارت کارهای داخله و خدمات روی شرکت آیرس 20 راننده و مسافران ماشین‌های در میان ترمه مانده را به مکان بی‌خوف و خطر انتقال دادند. مرکز آب و هواسنجی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان از قبل هشدار داده بود که از 15 تا 20 ینور در وادی‌های این کشور باریدن باران و از 17 تا 19 ینور در ناحیه‌های کوهستان و بلندکوه باریدن برف و باران پیش بینی شده. در بعضی ایالت‌ها برف‌ریزی‌های شدید نیز پیش بینی شده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده روز 17 ینور گفت همانا در راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه لخش، کولاب درواز، ونج خوروغ، خوروغ اشکاشم، خوروغ مرغاب خطر لغزش ترمه و ریزش سنگ باقی مانده است. این کمیته از رانندگان خواسته است که در راه‌های کوهستان از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و بدون ضرورت عاجل به راه نبرایند.